ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 56 و جوان 23 ساله ساکن شهر خوجند با گمان غیر قانونی محروم کردن از آزادی دستگیر کرده شدند. نامبردگان 9 نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 15:00 دقیقه به سبب آنکه به مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور در سه حالت مبلغ 20,000 سومانی را با فایز تا 1 نوامبر سال 2021 داده بودند و نامبرده مبلغ گرفتهاش را برگردانیدن نتوانسته است، او را با روی فریب به خانه استقامتیشان دعوت نموده، سپس با چوب دست به اعضای بدنش زده، با استفاده زوراوری به کفترخانه منزل استقامتیشان وارد نموده، غیر قانونی مدت 1 ساعت نگاه داشته او را از آزادی محروم ساختند. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 131 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 4 آگوست سال 2021 تخمیناً ساعت 20:00 دقیقه با روی فریب و باوری مرد 36 ساله ساکن پایتخت درآمده از او 3 عدد автомашین تمغه‌های فورد او از لوگان را به مبلغ 440,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است.